خره. تقا با من هم یک آب ده. شوکت؟ لبای استاد. چخیل استاد؟ مرا نشناختی؟ کلتکیل است؟ داد نزن. رفتیم در راه همش رو نفهمم. برادر بخشش ما کجا رفته ایستاده ایم؟ شوکت خلاصتر رفته ایستاده که سوزشواری نسوزه. کمی چی رو خورده ایستاده؟ برادر میگویند اسراف حرام است، تو این رو نمیدونی؟ این چی نمود؟ واسطه نقلیات؟ برادر همین قدرش رو بخیر بعد گپ زن. برادر تو کی ای محبس بر اومدی؟ کی به اینجا اومدی؟ کی دومولو شدی؟ شوکت سفسطه نخون، من از آنجا گریختم. او گریختی؟ داد نزن، همه میشنود. شخصی رو که از مرگ خلاص کردم او سرداری مافیا بوده است، میخواهد که مرا کشد. فکر نکن با یادم بیاید عصبی میشوم. گوش کن، تا گرفتن شناسنامه من ایمان میشوم، با برابر گرفتن شناسنامه همونا به خارجه میروم. فهمیدی؟ مرا ندیدی نشنیدی، فهمیدی؟ ها؟ برادر چنان گپ میزنی که گویا مرا نمیشناسی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آدمان محله برای ایستادن من خانه یافتند. باید رفتم اونجا را ببینم. تو زود از اینجا برم. یگان مشکلی شد با من زنگ زن. مالش اکن رو. دوملو رو. با سخیش خواهیدن روزه میشکنه؟ دیوانه هستی چی هستی؟ در اینجا سوال دهنده کفایه است. یگان مشکلی شد زنگ زن برادر. رو گم شو. چه خیل نمیشنوتی؟ برای خبرگیری که راست و محبت اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟ من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. بچه اگر گناهکار نمیشد به محبت محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یکم بیگناه در محبت نباشد. قریب نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم، میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راست دیگه من قدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم با وای یگان رفیقگری دارم. از محله ما است تمام. یگان صمیمیت ندارم. چی خیلی صمیمیت ندارید؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش را نمیدونستم. وقتی که از السلام علیکم هموطنان عزیز. مراجعت امروزه من تنها و تنها برای زنهاست. اپا و خواهران عزیز، زنهای خانه‌نشین، مادرای عزیز، میخواهند در خانه نشسته پول کار کنید. امروز باشد من دیرکتور کمپانی فبرلیگ همه شما زنهای خانه‌نشین را به کمانده خودم به کار دعوت میکنم. شرکت فبرلیگ بهترین شرکت است. 25 سال شد که در روی جهان کار و فعالیت دارد. برای به کار در آمدن در شرکت ما، یعنی با ما همکاری کردن، در کمانده ما کار کردن میخواهید. دانستن زبان روسی لازم نیست. پاسپورت روسیایی میپرسن لازم نیست. استاژ کاری میپرسن لازم نیست. تنها یک تا تلفن از جانب شما لازم است که با اینترنت پیوست شده باشد. اگر که کار کردن میخواهید در رقم های در بالای اکران بوده حتما نویسین یا اینکه زنگ زنین. همه نازکی های کار را، بیزنس را، پیش رفتن را، چخیل دیرکتور شدن را به شما من می آموزانم. یعنی مثال مصلحت میکنیم. اگر که شما راضی که شدید یک جایه انشالله رحمان کار میکنیم. و دختران گفته نماند شتاب دیر نکنید. انامین کاتالوگ 19 از 19 دکبر سر شد تا 8 ینور. شرکت فبرلیگ برای ما انمیخل تحفه زیبا مانده است. یعنی تحفه گرانبها، یعنی کسترو که در همه عائله در هر یک خاندان ما لازم و ضرور است، در کار است. شما میخواهیم بیزنس خود را سر کردن، مرحمت خودی حاضر نویسین، صاحب انمیخل تحفه های خوب گردین. سرشوی کار شما یعنی آغاز کار شما از چنین تحفه ها سر می شود. انشالله که به همه قلوهای بلندی فبرلیگ می رسین. من زنگ هر یک شما را انتظارم. من تیله ها را دوزید. چی؟ تیله ها را نیز دوزیده؟ چی کلاس؟
نه کماندیر، شما خطا فهمیدید. طلاها را زنشونده هم دوزید. لباسایش رو میشستم، خوراک میپختم، اما او چرا مرا ترک نفهمیدم؟ کیلس در کجاست بگو. کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم، من الکی او را پرسیدم. او نمیدوند کیلس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ از دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کیلس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان رو از پرسش میگذرانی؟ تو کی میباشی که آدمان رو از پرسش میگذرانی؟ تو کی؟ اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. برو. کماندیر جان، چیزی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازه شما من هم روم. شوکت، به گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکند برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم، کلتا کیلس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرده. دب شوه موز، دب شوه دبه. سردارم کیلس دب شو. از کدی کرده. سردارم همیشه گناهکارها را خودش تنها دستگیر میکنه، اما کلتا کیلس را یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه. نگو. کلتا کیلس را اگر دیدن خواهی دیدن نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه. نمیشناسم گفته ایستاده بودی. من هم او رو مثل تو میشناسم. برادر، تو با آدم نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمت از رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن و بازی. برادر، سیم کارت آوردم. سیم کارت. فهمیدن یک کار رو حل کردی، لیکن پشتر گفتن تاوه. شوکت، تشکر. سیم کارت به نام هیچ کس نیست. تشکر. از تا پایدگان کسان آوردی؟ نه بس کن. او کیست؟ معلوم نکن. دف شو. حیوان، تو این کارو تا حال نآموخته ای. به آخرت رود گفتم. پروردگار رو نگهتون باش مرا. شوکت، بابا بی خدا بیچار شو. با تو نگفته بودم که کسی تو را تعقیب نکنه. استغفرالله برادرم. حیوان برای چی این را آوردیدم؟ شما چگونه بیدین میباشید نخود؟ آدمی دیندار را با چنین احوال گرفتار کنیدانه؟ شما از خدا نمیترسید همین گناه های خودم به من بس است؟ ما فکرم حل شد. انشاءالله با واسطه من شما از خدا نمیترسید؟ همروی سامبوسا پاس الجویا بودم. نشو! دستانی اون رکشا زد! مهش را با خانه برید. دامولا را جواب ده. خدا خواهد از اینجا رو هم نمازامو میخونم. دیگه نمازامو ترک میکنم. بابای مولا، از برای آنها عذر میپرسم. کارگرهای مرا شیطان وسوسه کرده است. شما میتوانید روید. برید او را. یک دقیقه. او را با کجا میبرم؟ دامولای محترم، ما با او یک چند سوال داریم. نمیشود. ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی که کلسی بی‌ناموس را با من میگوید او را زود جواب میدیم. شما پروا نکنید دامولا. نه التماس، این طور نگوید.
گناه است. غیبت گناه است. دامولا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان رو از پسش غیبت نمیکنن. آقا جان وای آقای پدر ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید دامولای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کیلس گفته او با شما چیکار کرد؟ مرا پراند. به خانم در آمدم مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ دامولا چیز را گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی گناهکار کرده ایستاده؟ شاید شما را نپرانده باشد. دامولا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردند لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفوی من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید. دامولا بخشش من این کار رو کردن نمیتوانم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بیناموسی وای مرا معیوب کرد. حالی مرا بینید دامولا دست من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشه با من به اینجا بیایید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم من برای می‌ترسونم مرا. نه خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسون چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. رو خبرکشی کن آخه. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینم زنده به زنده گور میکنن. دیوانه هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی بیهوده خموش شدم. کار عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی حتی تو رو نشناخت. این لباسهای امامی به خدا که سرناک هستند. هیچگاه اینها را از تنه نکش. شوکت سرزده اینجا لباس امام یگون علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من را نشناخت. برادر این طرفش رو فکر نکن. تو کار امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش. دوامش رو من حل میکنم. بی پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشی قضا نشود. خیر من رفتم تا باز دید. آمدم. لبا هجری مهمان داره دوستان. دوستی نزدیکتان رو به نزدتان آوردم. استادی عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناسای ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دامولا زیاد به مسجد میاد انتظار شد. لیکن این کس انتظار نشد. گفت ما رو به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجد پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که با خورده نمیتوانی. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ باید دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کاتکاو دارد. بخشش که راحت کردم. برادری آدم اینقدر است. یک بار نمیپرسی که شوکت چه حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوکت برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرض بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه مرا بیرون میکنی.
گفت در کجا بود از کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهره که چشمانت میبینم، از گوهره که چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کی؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشد. رئیس. بس مایل شفقت امشب در اینجایی است. لیکن پگاه چیز و چارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذرون. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چیکار کن؟ درون خانه میبرایی و نمیبرایی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. دیجوری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد بروید صحبت کنم. بیا صحبت کنان میروید. استاد یک چند سوال داشتم. یک سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد.